وقتی خداوند حضرت آدم علیه السلام خلق کرد، وقتی هر اعضا را در بدنش میچسباند میگو هادا امانت. چشم میگو این امانت است، گوش میگو ای آدم این امانت است، زبان امانت است، دست امانت است، پا امانت است. گفت اگر این امانت های من به خوبی استفاده ببری، من برای جزا یعنی جنت میدهم، خوشبختی دنیا و آخرت نصیبت میگردانم. نه که اگر این امانت های من خیانت کردی، یعنی به تن سعد گناه کردی، به چشم گناه دیدی، به زبان گناه گفتی، به گوش گناه شنیدی، به پا و سوی گناه رفتی، رب العالمین عذابت میکنم. چون که امانت است درست در اختیار خودت نیست. ببین بعضی انسان عاجز میشود، آیا میخواه برای کور شدن؟ بعضی انسان شل میشود، میخواد شخصیت که شل باشه، هرگز نمیخواهد. اما وقتی که صاحبش خودت نیستی، اون ذاتی که صاحبی امانتی میگیرش. چی نوعی که ما از یک برادر یک چیزی میگیریم به عنوان امانت، میگیم یک مدت فردا دمان مثال یک چیز در کارش میفرم ما میگردان، میگیم صاحبش که بخوام یا از ما میگیرش. ما نمیتونیم که ما معن کنیم بگردن، میگیم نه امروز نمیتونیم فردا بیا، چون که امانت که صاحبش بخواه میگیره. به همین خاطر این امانت ها را ما و شما باید برادران عزیز خوب نگاه کنیم. ببینید که در اصل در حقیقت هر چیزی در عالم وجود داره امانت بوده است. امانتی که امانت الهی، صاحبش تو نیستی برادری عزیز، حتی جان تا صاحبش تو نیستی. اما جان عزیزی که در بدن تا بیرون شود، هستی نیست بشه و نابود بشه، همون جان هم اختیاری در خودت نیست. یگان انسان مردن نمیخواه اما به اختیار میگیرش صاحبش، و ذاتی که بخشیده بودد و نفخت فیه من روحی. رب العالمین میگه در جسم و خالق و بدن این انسان ما از روحی خود دمیده هستیم. رب العالمین کی بخواه این روح بو میگردونه میگیره و اختیارت نیست، یعنی امانت بوده است. رب العالمین گوی امانت های منه اگر شما خوب استفاده ببره، در عوض اینها در برابر برای شما جنت نصیب بگردان که خریده نمی شود. جنتی که بهار بی خزانه، شادی بی غمه، حیاتی ابدی است. هرچی که انسان آرزو و تمنا و خواهش داره در اونجا مهیا است. در برابر چی؟ در برابر خیانتکاری، در برابر امانت الهی را به خوبی نگاه کردن. اکنون برادران عزیز گفتیم در روزهای گذشته که مالی برادرم برای ما امانت، آبروی برادرم برای ما امانت است. باید حرکت کنیم، خیانتش نکنیم. وقتی ما درباره امانت صحبت میکنیم، همه نوعی امانت در نظر است. چی نوعی هست که همه نوعی امانت. آبروی یک برادر حرکت کن. ریزاندن آبروی برادر چی رنگه برادر است؟ آزارش میکنی، شرمالودش میکنی، در یک جمعیت و یک گپی قبیح و بدی میکنی، ناراحت میشود چی؟ خیانت کردن در آبروی برادر. یا مادرش یا یک نزدیک همسرش دشنا میدهی، میشود ریزاندن آبروی برادر، میشود خیانت. به خاطر باید که ما و شما برادر عزیز امانت نگهدار خوب باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما امتها تحقیق کردن که ادی الامانت الی من ائتمنک، گفتن که ادا کنیم برسانه امانت به هر شخصیتی که برای شما امانت داده است. یعنی که خیانتش نکن، امانت نگهدار خوب باش. اگر امانت برادر عزیز به اندازه یک گرد باشه، به اندازه یک دانه گندم باشه که خیانتش کردی، خدا را از تو نمیبخشه، خاطر جمع باشه. اگر میلیون بار استغفرالله بگوی توبه کنی، خداوند حق انسان از تو نمیبخشه، حق خودش میبخشه. اگر به اندازه کوه در درگاهش گناه کنی، در برابر عبادت بندگیش گناه کنی، توبه کنی که را میبخشه. اما حقی که از برادرت هست، از یک بنده خدا هست، او حق اگر گرفتی خیانت کردی، او را خدا از تو نمیبخشه، خاطر جمع باشه. بخششش در کدام صورت های؟ همون لحظه که نزد صاحب چیز میره میپرسی، میگه ای برادر عزیز من چیزی که را بپرسیش تو استفاده بردم. در بعض روایت ها میگه پیغمبر بزرگوار میگه یک شخصیت برای یک خاصی که از یک
یعنی دیوار یک انسان کند، از یک شیخ یک انسان کند، دندان شد پاکیزه کرد و انداخت. یک شخصیت برای یک خص از یعنی همون دیوار همون گرفتن و پاکیزه کردن، خداوند میگه 70 سال همون انسان عذاب کرد. چه حق داشتی؟ یک انسان به پرسش استفاده کن.